ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кушодашавии расмии бинои IT парки шаҳри Душанбе, ки дар доираи намоишгоҳи ICT Week 2025 баргузор мегардад, иштирок ва суханронӣ намуданд. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در گشوده‌شوی رسمی بینای آیتی پارک شهر دوشنبه که در دایره نمایشگاه ICT Week 2025 برگزار می‌گردد اشتراک و سخنرانی نمودند. نخست محترم رستم امامعلی از نمایشگاه گوشه‌های تکنولوژی محصولات برنامه‌ای و تکنولوژی‌های اطلاعاتی دیدن نموده با امکانات‌های رقمی شرکت‌های وطنی آشنا گردیدند. چورابینی مذکور در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه‌اندازی گردیده قدم استوار بهر رسیدن به هدف‌های خویش در دایره اعلان گردیدن سال‌های 2025-2030 سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا محسوب می‌یابد. آیتی پارک دوشنبه سال 2024 در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده. آن با مقصد دستگیری ساحه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و اینوواسیونی، اینچنین جلب استارتاپ‌ها و شرکت‌های ساحه به رشد اقتصادی رقمی راه‌اندازی گردیده است. در مدت کوتاه بینای آیتی پارک با تمام شرایط ضروری مجهز گردانیده شده. برای متخصصان ساحه آیتی محیط مساعد و امکانات‌های فراوان فراهم می‌آورد. به حالت امروزه 11 شرکت وطنی مقام اعضای دائمی آیتی پارک را صاحب گردیده در حدود آن فعالیت دارند. با مقصد رشد من بعد تا آخر سال باز جلب 100 شرکت دیگر به حیث اعضای دائمی پیش بینی گردیده است. در برآمد خویش محترم رستم امامعلی قید نمودند که در جهان معاصر اقتصادی رقمی و اینوواسیا همچون محرک رشد استوار کشورها به حساب می رود. تاجیکستان نیز همچون عضو اقتصاد جهانی اهمیت این روندها را به حساب گرفته به مرحله نوی رشد رقمی وارد می گردد. مورد به تاکید است که با تشبث و دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساحه اقتصادی رقمی به خصوص رشد اینوواسیا در کشور موقع خاصه را کسب نموده است. در برآمد خویش محترم رستم امامعلی همچنین جهت هرچی زودتر تهیه لایحه مکتب برنامه‌سازی در پایتخت و در مدت کوتاه‌ترین بنیادی آن به مسئولین مقامات شهر دوشنبه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. قید کرده شد که در شرایط با سرعت تغییریابی جهان معاصر کشور میتواند در ردیف دولت‌های پیشرفته قرار گیرد که با رشد علم، تکنولوژی و رقمی‌سازی اداره کنی توجهی پیوسته ظاهر نموده هم ردیف زمان قدم ماند. از این رو لایحه آموزش فن ذهن صنعی در مؤسسه‌های تعلیمی که تا سال 2026 تطبیق می شود بر رشد زمینه کادری و تشکل نسل رقمی مساعدت می نماید. در این زمینه تطبیق شبکه 5G یکی از افضلیت‌های اساسی به حساب می رود و با دسترسی اینترنت و رشد خدمت‌رسانی‌های رقمی مساعدت خواهد کرد. چورابینی مذکور یکی از مهمترین رویدادها در ساحه رقمی کنونی و اینوواسیا در مملکت به حساب رفته در دایره افتتاح آیتی پارک نو دوام هفته همچنین برگزار گردیدن نمایشگاه‌ها، فورum‌ها، آزمون‌ها، ماستر کلاس‌ها و مذاکرات مربوط به آینده رشد رقمی جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است. истиқлол барои ҳар инсони комил дастоварди бузург, шараф ва номуси ватандорӣ мебошад. ҳифз ва таҳкими ин неъмати муқаддас амри ҳаётии ҳар як шаҳрванд маҳсуб меёбад. муҳим аст ки беш аз ҳар вақти дигар ин дастоварди беназирро чун гавҳараки чашм ҳифз намоем ва барои пойдории он ҳамаҷониба талош варзем. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ватандорӣ на танҳо ҳисси муҳаббат аст, балки масъулияти бузург низ мебошад. ватандорӣ маънои онро дорад ки ҳар як шаҳрванди кишвар дар дил меҳри ватан дорад ва барои пешрафти он саъю кӯшиш менамояд. дар замири мардуми мо меҳру муҳаббат нисбат ба ватан аз азал ҷой гирифтааст ва тавассути андешаву ифтихори миллӣ на танҳо забону адабиёту фарҳанги хешро густариш доданд, балки бо асолати тамаддунсозиву бунёдкорӣ ҳастии миллат ва нигаҳдории сарзамини аҷдодии хешро таъмин карда тавонистанд. дӯст доштани ватан барои ҳар як фарди ватандор ҳам фарз асту ҳам суннат. зеро ватан буду набуди мо ҳаст. ватан ин ояндаи фарзандони мо ҳаст. ӯро дӯст доштан, дар пешрафту дар нумӯи ӯ нақш доштан ин вазифа ва ҳама ҷанбаҳое ки дар ҳаёт мо ба дӯш дорем
این وطنداری است. در جای اول، در موقع نخست وطنداری می ایستد. ما امروز افتخار از آن داریم که تاجیکان یکی از قدیمترین ملت‌های جهان بوده با آثار گرانبهای مادی و معنوی خود برای پیشرفت فرهنگ و معنویات خلق‌های دیگر خدمت شایسته کردند. واقعاً بزرگان این ملت تمدن‌ساز و فرهنگ پرور در رشد و نموی کشور تاجیکان سهمی ارزنده و بی‌نظیر دارند. محض دید فراخ و دانش و فرهنگ والا ملت تاجیک را میان جامعه جهانی معروف گردانیده است. هر یک تاجیک و تاجیکستانی با اسم بزرگ قافله سالار شعر فارسی عبدالله رودکی، شاعران و ادیبان مثل ابوعلی ابن سینا، بیرونی، فردوسی، سعدی و کمال و ده‌ها دیگران افتخار میکنند. سربلندی، سرفرازی از نام وطن کردن این خود یک دنیا افتخار است. عادی ترین یک دهات خودمان را از همه از کر و فر تمام دنیا باید بالا داریم. این است هویت. اصلا افروختن شعله افتخاری وطنداری، پرورش احساس خودشناسی و وطن دوستی و دیگر خصلت‌های نیک انسانی از سن کودکی در عائله و تحصیل در مکتب آغاز می‌یابد. حس وطن دوستی، صداقت به وطن و به نفع آن خدمت کردن است. واقعاً وطن افتخار، شان و شرف، نایابترین نعمت و ثروت بی‌بهاست که آن را به هیچ گنجی نمی‌توان عوض نمود. استفاده با ثمر زمین در ناحیه شهر توز امروزها وسیع مشاهده می‌گردد. همین است که ساکنان با مقصد به دست آوردن حاصل فراوان راه و اصول‌های منفعت بخش کار خود جگیداری را بیشتر به راه می‌مانند و از نتیجه زحمت خویش منفعت خوبی اقتصادی می‌گیرند. معلومات بیشتر در گزارش سمندرشوی و اسکندر سعید. عامل بلند برداشتن سطح روزگارشان را ساکنان ناحیه شهر توز از استفاده مقصدناک زمین و رویانیدن حاصل فراوان محصولات می‌دانند و هر قطعه زمینی در اختیار داشته را عاقلانه و ثمرناک به کار می‌برند. در ناحیه شهر توز 4953 گکتار زمین‌های نزدیک میشه که از اون 3955 آبی هستند. همان نشر و نمای سبزیجات، کارتوشکا، پیاز هستند. چیزی که در همین زندگی استفاده می‌برند شنوندگی هستند. در زمین‌هایی که نزدیکشون بعضی باغ دارن، در تگ باغ کردگی هستند. محصولات کشاورزی را هستند. گرمخانه هستند. گرمخانه‌ای که دویم عمل کنندشون هستند 34 عدد هستند استفاده برده استفاده. در قطعه‌های نزد حولگی ساکنان جماعت دهات تاجداران ناحیه نشأ و نمای زراعت و سبزیجات کشت شده بشارت از آن می‌دهد که هر یک فرد بهر بهبود بخشیدن روزگار خویش زمینی در اختیار داشته را خوب به کار می‌برند. خیلی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت ما محترم جناب عالی همه سال تاکید می‌کنند که از یک زمین دو سه حاصل به دست بیاریم. امروز در زمین‌های نزد حولگی ما نیز نه تنها پیاز بلکه تمام زراعت‌هایی که امروز به مردم نیاز به همین دارد خیلی که همه ساله قید کرده می شود در پیام پیشوای معظم ملت که تامین امنیت اوضاع قبولی. امروز مردم ما در زمین‌های نزد حولگی هم تمام زراعت‌ها رو کشت نموده حاصل دلخواه به دست آورده زندگیشان را از روی همین محصولات کشاورزی پیش میبرند. گلبهار شایمردان و ساکن جماعت دهات مذکور در زمین نزد حولگیش که 20 سوتیخ را در بر میگیرد کارتوشکا، پامیدور و دیگر سبزیجات را کشت کرده است که در حیات روزمره ضرور دانسته می شود. همساله این عائله در چند مرحله در این قطعه ها کشت زراعت های گوناگون را به راه میمانند که هم احتیاجات خویش و هم بازارهای گرد و اطراف را با این گونه محصولات تامین می نمایند. ما در زمین ما اینا کارتوشکا کوریدیم، تربوز، پمیدار، بادرنگ، لوبیا، خربزه کوریدیم. هر سال حاصل خوب میگیریم. اینا کارتوشکا نوامبر دکامبر کوریده بودیم. اینا حاصلش خوب شده. زندگی ما حساب زمین پیش میبریم. شوکت خوجمقلوف تا چند سال است که کشت سبزیجات بروقتی را در گرمخانه‌های موسمی به راه مانده حاصل آن را اولین شده پیشنهاد بازارها می‌گرداند. جهت منفعت بخش بودن این اصول را دیده قریب که همه مساحت زمین نزد حولگیش را با این طرز استفاده می‌برد. در این شب و روز در گرمخانه‌های او نهالان پمیدار پرورش یافته قسمت از آن در حال حاصل بندی آمده است. ما در زمین شهروند خوجمقلوف شوکت قرار داریم. در نزد حولگی 8 سوتیق زمین دارد. اینا شما دیده استودیتون در 8 سوتیق
همگی همش نهال پامیدور پرورش می شود. شما خیلی دیده استودین اینا گل کردگی این ممکن 5-10 روزده به حاصل می درویند. این جماعت تاجداران دا یکم شده تیار می شود. در مجموع جهت تامین روزگار و بلند برداشتن سطح زندگی همه ساکنان ناحیه قیده های نزد حولگی را پرمحصول استفاده می نمایند. سمندر شایف، اسکندر سعید، ناحیه شهر توس، اخبار. تجربه کشاورزان ناحیه اردکی اوید به مدنیت استفاده بر زمین بهتر شده با جاری نمودن تجربه معاصر انتخاب تخمی های به اقلیم پرورش مطابق غذادهی و رعایت دیگر چاره‌بینی های اگروتکنیکی حاصلنوکی بیشتر کرده می شود. حالا حاصل سبزیجات بروقتی از گرمخانه ها جمع آوری و به بازارها پیشنهاد کرده می شود. گزارش در این خصوص. از همین گرمخانه 1 هکتاره خوجگی دهقانی اسمت جماعت دهاتی چورگلتپه ناحیه رودکی یک روز در میان تا 1 تن سبزیجات بروقتی جمع‌آوری و به بازارهای ناحیه و شهر دوشنبه پیشنهاد می‌گردد. اگر جمع‌آوری تا 1 تن بادرینگ از چینک یکم دوم به دست آمده باشد، بنا به گفته خوجگیداران در روزهای بعدی که پره بوته‌های بادرینگ به حاصل می‌دارند، این مقدار 1 برابر افزایش می‌یابد. یکی از بهترین گویم مدنیت استفاده بر زمین این بنیاد خیلی گرمخانه زمانه‌ای میباشد که در تمام سال فعالیت مینمایند. روز دوم است که جمع‌آوری حاصل بادرینگ بروقتی آغاز گردیده است که در یک روز زیاده از قریب تک 1 تن که چینک اول مثال حاصل کمتر پستر است که در آینده تا 3-4 تن رسانیده میشود چینک. در یک روز همین قدر جمع‌آوری کرده طلبات بازار داخله و بازار شهر دوشنبه را اونا شده است. رودکی از ناحیه‌هایی میباشد که در آن در برابر خوجگی‌های دهقانی شخصان علاهیده نیز گرمخانه‌ها تشکیل نموده‌اند. فعلا مساحت گرمخانه‌ها در ناحیه رودکی 4.5 هکتار را تشکیل داده، در آینده نیز مساحت گرمخانه‌ها زیاد و روند پرورش سبزیجات با استفاده از تکنولوژی معاصر تقویت بخشیده می شود. استفاده عاقلانه زمین‌های نزد حولگی عامل مهم در سمت تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت کشاورزی بوده، برای افزون نمودن حجم محصولات کشاورزی مساعدت نموده ایستاده است. این زمین‌ها خرد می‌باشند ولی با مهنت پیوسته حاصل دلخواه به دست آمده، اهالی با محصولات خودی تامین گردیده ایستادند. بهاریده کوچت می‌کنیم، کوچت بلگری، بقلاجان، پامیدور و بعد از این سر می‌شود کابوتیو، گشنیچ و اوکراپ و چیزناک همین چیزا. زمستونیش ده با هم خیلی بالاش محکم پرنینگ می‌کنیم با ریدیسکا. تجربه کشاورزان ناحیه رودکی اوید به مدنیت استفاده بر زمین بخصوص زمین‌های آبی و للمی بهتر گردیده، همساله حاصلنوکی بیشتر کرده می شود. نمناکی روزهای مساعد آفتابی، انتخاب تخمی و تکنیک طبق تعیینات پیش بینی گردیده و سری وقت کشت نمودن زراعت دورنمای کشتی تیرماهی را در ناحیه رودکی به 112% برابر نموده است. دورنما و سطح اجرای کشتی تیرماهی زراعت کشاورزی در خوجگی‌های دهقانی و جمع‌آوری ناحیه رودکی نقشه 4231 هکتار کشت گردیده است. 4739 هکتار سطح اجرا 112%. حالا نشونمای زراعت کشتی تیرماهی خوب ارزیابی می‌گردد. استفاده مقصدناک هر روز آفتابی زمینه‌گذاری با حاصل فراوان آینده است. از این رو کشاورزان ناحیه رودکی از تمام امکانات‌ها استفاده برده کشت و کاری بهاری را در مهلت معین گردیده و با صفت بلند انجام می‌دهند. دورنما و سطح اجرای کشتی بهاری زراعت کشاورزی در خوجگی‌های دهقانی و جمع‌آوری ناحیه رودکی به حالت 3 اپریل سال 2025 نقشه 11187 هکتار کشت گردیده است. 6587 از 6 هکتار سطح اجرا 58.9%. در ناحیه رودکی زیاده از 409 هکتار گویم طبق معلومات فوری کارتوشکا کشت کرده شده است. در برابر این گویم مثال سبزیجات بروقتی پیاز 60 هکتار کشیده است. سبزی و کرم و پامیدور و بادرینگ در زمینه کشود آغاز گردیدن با مردم رفته است. در برابر این علاقه 4 هکتار پخته کشت کرده شد که از همین 1 هکتارش زیر پلونکا میشد که بار اول در ناحیه رودکی به کار گرفته شد. ساکنان ناحیه رودکی هر قطعه زمین کارم بخصوص زمین نزد حولگی را به منفعت استفاده برده 2-3 حاصل میگیرند. در نوبت اول طلبات عائله خود را با محصولات کشاورزی قانع و با این وسیله در تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی دولت تامین امنیت عضوقواری سهم میگذارند.
در ناحیه رشت معرکه کشتکاری بهاری آغاز گردید. طبق دورنما سال جاری کشاورزان ناحیه در مساحت 1603 گکتار کارتوشکا کشت میکنند که در قیاس به سال گذشته این نشان داد زیاد می باشد. گزارش ایدیگولی محمود در این خصوص. در ناحیه رشت با مقصد در مهلت معین شده انجام دادن معرکه کشتکاری بهاری و بنیاد باغ‌های نو، اهل زحمت خواجگی های کشاورزی نقشه های مکمل را راه اندازی نموده ایستادند تا زراعت ها سری وقت با رعایت قاعده های اگرتکنیکی کشت کرده شود. در این ردیف کارتوشکا کاری یکی از ساحه‌های اساسی و پیشبرنده اقتصادیات ناحیه رشت به شمار رفته. در پرتو دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده و آبیاری آن میدان کشت و استحصال کارتوشکا افزوده ایستاده است تا از این حساب تامین بازارهای کشورمان با محصولات خوش‌صفت باز هم بهتر خوبتر گردد. تنها با این مقصد سال جاری با انجام کارهای ساختمانی در جماعت دهات هایید بیش از 100 گکتار زمین‌های تشنه‌لب آبیاری گردیده. بیشتر قطعه‌های این موضع کوهستان برای افزایش کشت کارتوشکا و بنیاد باغ‌های نو پیش‌بینی شده. بدین وسیله با صدها جای‌های نوی کاری مهیا می‌گردد. امروزها در حدود یک قطار جماعت‌های دهات ناحیه رشت با استفاده از تکنیک‌های صحوی شودگار زمین‌ها آغاز گردیده. قطعه‌های موافق برای کشت کارتوشکا آماده کرده می شود. ما حرکت میکنیم که کشت کارتوشکا را سریع وقت با انجام رسونیم. نسبت سال گذشته مقصد داریم که کشت کارتوشکا زیاد کنیم. از همه زیاد میدان کشت کارتوشکا قریب 500 گکتار به خواجگی‌های کشاورزی منطقه هایید راست می آید. این است که دهقانان از حاصل سال گذشته برای کشت سال جاری در انبارها به قدر کافی تخمی ذخیره کردند تا از این حساب مساحت کشت اساسی باز هم افزایش داده شود. ما در خواجگی کلیدی قلندر امام محمد 78 گکتار زمین داریم. 78 گکتار زمین 64 گکتار زمینش با نقشه گرفتگیم برای کشتی کارتوشکا امسالش. خب تخم کارتوش میرسد. بازویتیش تکنیک‌ها سری وقت هستند. در ناحیه رشت با مقصد سرعت بخشیدن معرکه کشتکاری بهاری و سری وقت انجام دادن کشت کارتوشکا، غله، بنیاد باغ‌های نو، تعمیر و برقرارسازی شبکه‌های آبیاری، تکنیک‌های کشاورزی، ستاد دائم و عمل کننده فعالیت داشته. با نظرداشت تغییریابی اقلیم و دیگر عامل‌های موجوده نقشه‌های مشخص راه اندازی شده است تا اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی در همکاری با اهالی از امکانات‌های موجوده عاقلانه و ثمرناک استفاده برده با افزایش محصولات خوش‌صفت محلی نایل گردیده. بدین وسیله در تامین امنیت آذوقه‌واری سهم ارزنده خود را گذارند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در دانشگاه دولتی تکنیکی اویاسیای گراژانی مسکو فستیوال بین المللی دانشجویان برگزار شد که در آن دانشجویان تاجیک نیز اشتراک نمودند. همکارانمان گزارش آماده کردند. در فستیوال بین المللی دانشجویان تاجیک شرکت ورزیده فرهنگ و صنعت والای خلق تاجیک را معرفی کردند. فستیوال با تحکیم روابط دوستانه بین سازمان‌های جوانان دولت‌های مختلف روانه گردیده است. حالا در دانشگاه دولتی تکنیکی اویاسیای گراژانی مسکو 25 دانشجو از تاجیکستان تحصیل می‌کند و ختم کنندگان دانشگاه در ساحه اویاسیای گراژانی جمهوری تاجیکستان فعالیت دارند. استقلال دولتی و تطبیق سیاست برابر و موفق حکومت جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد برای تحصیل و کسب آموزی جوانان لیاقتمند در دانشگاه و دانشکده‌های کشورهای پیشرفته جهان فراهم آورد. دانشجویان تاجیک با افتخار بلند از دولت صاحب استقلال و آباد تاجیکستان علم و کسب می‌آموزند و در این برابر با دانش، رفتار و اخلاق نمونوی، فرهنگ و تمدن، رسم و آیین ملت آزاده خود را معرفی می‌سازند. نقش جوانان تاجیک در سیاست، رشد ساحه‌های اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی بر علا احساس می‌گردد. جوانان امروز صاحب دانش و ملکه بلند، کسب و کار گوناگون بوده در پیشرفت علم و تکنیک، اختراع‌کاری و نوآوری سهم ارزنده می‌گذارند. برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها می‌تواند در تحکیم دوستی و همکاری‌های منفعت بخش
بین دانشجویان تاجیک و دانشجویان دولت‌های دیگر مساعدت نماید. ظفر قیمزاده، خورشید سعید احمد، فدراسیای روسیه برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در همینجا برنامه اخبار به انجام میرسد. موفق و خانه آباد بمانید.